بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار ورزشی کالج طبی نوحه باباجان غفورов مسابقه کشتی ولایتی اوید به والیبال بین بانوها برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت برگزار شد. در مراسم کشاده شوی چهاربینی ذکر گردید که راه اندازی گردیدن 35 مسابقه ورزشی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 35 سال استقلالیت 35 قله ورزش با تشبث رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در شهر و ناحیه‌های ولایت برای رشد و عمومیت ورزش، بلند برداشتن ملکه مهارت ورزشکاران و انتخاب بهترین ها از بین آنها زمینه مساعد می‌گذارد. نمود والیبال بین مردها و زنها سال از سال در ولایت سوخت رشد و رواج یافته ایستاده است. سال جاری بسکتبال بازبانوهای ولایت چمپیون کشور گردیدند که این بازگوی رشد این نمود در ولایت سوخت است. در چند سال آخرین همین سال دسته ولایت سوخت در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به نمود والیبال بین بانوان سزاوار جای اول گشت. وقتی آخر این مسابقه ها با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت پیوسته مسابقه شده میگذارد که در این مسابقه به نهایت بانوان برآمد میکنند. غیر از این دسته ولایت سوخت یک چند دختران هم از دانشجویان کالج و هم از ناحیه جبار رسولوف در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان شاملند و چند وقت می شود که در مسابقه بیرون از جمهوری اشتراک کرده و نتیجه های خوب داده ایستادند. در آینده ما تصمیم گرفتیم که این نمود والیبال را با جان‌ها کرده بسیارتر مسابقه ها برپا کرده در مسابقه های آینده هم جایهای نمایان را صاحب گردند. در مسابقه کشتی ولایتی اوید به والیبال بین بانوها که 3 روز ادامه یافت دسته ها از شهر و ناحیه‌های باباجان غفورов، عینی، اشت، گلستان، جبار رسولوف، سپیتامین و استرافشان اشتراک و مهارت سنجی کردند. رقابت ها بین دسته ها در سطح بلند کسبی جریان گرفتند و غالبان و جایزه‌داران معین شدند. والیبال بازبانوهای دسته اشت در این مسابقه برای گرفتن مقام سوم تیم سپیتامین را شکست دادند. در دور نهایی دسته های جبار رسولوف و باباجان غفورов بین هم واخوری دایر نمودند و این دیدار با پیروزی والیبال بازبانوهای دسته جبار رسولوف به انجام رسیده آنها به گرفتن مقام اول مشرف شدند. به غالبان و جایزه‌داران جام، مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی رئیس ولایت سوخت در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند. من بازیگر دسته جبار رسولوف غنیمه زلخما می باشم که در این مسابقه ما اشتراک کرده جای اول را اشغال کردیم. کوشش میکنیم که ما در آینده باز در دیگر مسابقه ها اشتراک کرده جای اول را اشغال کنیم.